اشباح، اختاپوس، ماهی مرکب، کاسه ماهی. کاسه ماهی یه ذره اسم عجیبیه، ولی ما به این کار نداریم. یه کاسه است که ماهیه یا ماهی که کاسه است، به این کار نداریم. یه وجه مشترکی دارن این موجودات. یه سر بزرگ دارن و 8 تا دست و پا که این دست و پاها باز هم یه خصوصیت‌های خاصی دارن. این موجودات به گونه‌ای به نام سفالوپادها متعلق به گونه‌ای به نام سفالوپادها هستند، یعنی سرپایان. یه سری خصوصیات رفتاری خاص دارن و یه سری خصوصیات ظاهری خاص دارن. این دست و پاها هر کدوم مجزا با کنترل به هر طرفی حرکت میکنن و یه خصوصیت جالب دیگه ای که دارن اینه که رنگ پوستشون و بافت پوستشون رو در لحظه میتونن عوض کنن. بریم سراغ دست و پاهاشون. البته که این موجودات بسیار کنجکاو، محتاط و جالب هستن. اختاپوس ها دیده شده که یه وقتایی یه کارایی میکنن که نشون دهنده یه هوششونه. مثلا اختاپوسی که توی یه بطری مربا گیر افتاده باشه، این اختاپوس میتونه از داخل قوطی مربا برای اینکه خودش رو نجات بده از دستاش کمک بگیره که بتونه بیاد بیرون از قوطی و در بطری باز کرده. یا جای دیگه دیده شده که وقتی توی آکواریوم اسیر میشن، برای اینکه بازم خودش رو نجات بده تاسیسات رو پیدا میکنه و روی پریز برق، روی قسمت برقی آب میپاشه و تا اونجا رو مختل کنه و که حالا به فکر خودش نجات پیدا کنه. در واقع این موجودات حل مسئله میکنن، مسئله گرفتاریشون در اون لحظه. خب این همه هوش از کجا اومده؟ مگه میشه یه موجودی که این همه سال در اعماق دریا بوده، ظاهرش هم ظاهر خیلی توانمندی به نظر نمیاد، این هوش از کجا اومده؟ جالبه که بدونیم که اختاپوس فقط 4 سال عمر میکنه، یعنی کلا گروه سرپایان، و اصلا هم اجتماعی نیستن. پس این هوش از کجا اومده؟ جواب این سوالا رو آقایی به نام پیتر گاتفری اسمیت در کتابی به نام دگر اذهان جمع آوری کرده. ایشون توی این کتاب نتیجه تحقیقات و مشاهدات خودشو برای ما آورده. غواصی میکرده، به اعماق دریا میرفته، زندگی اختاپوس ها رو تماشا میکرده و چیزی که میدیده که این اختاپوس ها بهش نزدیک میشن و اصلا ازش نمیترسن و کنجکاون و در این حال محتاطن و مواظب خودشون هستن. خب چه چیزی باعث شده تو این پروسه، تو این فرایند تکامل، این موجودی که همیشه شکار شونده بوده تبدیل میشه به یه موجودی که خودش دیگه شکارچیه، ظاهرش هم بزرگتر نشده، همون ظاهر کوچیکو داره و نتیجه که گرفته شده این بوده که اختاپوس و سرپایان موجوداتی هستن که قدرت حل مسئله دارن و این به خاطر هوش بالاییه که دارن. دانشمندان عصبشناس به این نتیجه رسیدن که هر چقدر خلاقیت حرکتی توی موجودات بیشتر باشه، خلاقیت ذهنی بالا میره، ادراک بالا میره و در نتیجه هوش افزایش پیدا میکنه. مثالش انگشت شست ماست. ما یه شستی داریم که اولین ابزار بشر هستش، یعنی این شست باعث شده که انسان اصلا نوع بشر هوشمند بشه و خلاق بشه. فرقش با بقیه انگشتامون این هستش که این شست به همه طرف میچرخه، بنابراین اطلاعات بیشتری میتونه جذب کنه، ولی بقیه انگشتامون نمیکنه. تصور کنید ما این شست رو نداشته باشیم، چه اتفاقی میفته؟ میتونیم خیلی چیزا رو بگیریم؟ نه، نمیتونیم. و این شست باعث شده که انسان هوشمند بشه. ما در زندگی روزمره‌مون تو حالتهای خاصی بدنمون ثابت میشه، یعنی تو وضعیتهای خاصی میمونیم که این وضعیتها به خاطر سبک زندگیمون هستش و یا حالات و افکار روحیمون.
مثلا تصور کنید که یک کودکی یا بزرگسالی اصلا انسانی مدام تحت فشار باشه، مدام تهدید بشه. این فرد در حالت جنگ و گریز، حالا جنگم که نمیشه گفتش چون ترسیده، همیشه در حالت گریزه و کم کم بدنش رو کوچولو میکنه و میشینه. خب این حالات روحی که روش بوده باعث میشه که وضعیت بدنیش تغییر کنه. و یا اینکه کسی رو در نظر بگیرین که پشت میز میشینه و کارش دستی هستش و مدام باید یه گوشه تنها بشینه و بوس کنه. به مرور زمان از نظر رفتاری هم تغییرایی توش پیدا میشه. پس این حالت‌ها و وضعیت‌هایی که ما توش ثابت میشیم یا به خاطر وضعیت‌های روحی هست و شرایطی که بهمون پیش میاد و افکاری که شکل میگیره و یا به خاطر سبک زندگیمون هستش. در واقع انگار که یک گچ و یک پوسته دور بدن ما رو میگیره و ما رو تو اون وضعیت ثابت نگه میداره. کوچیک و بزرگم نداره. فرقش اینه که اگر کوچیک باشی، اگر کودک باشی، این پوسته خیلی سریع شکل گرفته و خیلی سریع هم شکسته میشه. تصور کنید که هممون اصلا همه الان این کار رو بکنن، همه قوز کنن، کوچولو بشینن. آیا خوب میتونیم نفس بکشیم؟ نفسمون راحت میاد بالا؟ حالا از همه میخوام، حالا کسایی که قوز کردن، میخوام که هیچ کس نکرده خدا رو شکر، میخوام که همه شونه ها رو رول کنید بدین عقب، قفسه سینه رو باز کنید و سعی کنید دستاتون رو بکشین بالا، شونه ها بالا نیاد، شونه ها پایین بمونه و حالا نفس بکشید. چه فرقی داره نفس کشیدن ما الان و وقتی که کوچولو شده بودیم؟ خب قطعاً خیلی فرق داره و فکر کنید که هر روز این تمرین ما داشته باشیم. جدا از سبک زندگیمون، جدا از حالتهای روحیمون، فقط این تمرین رو داشته باشید. حالا فکر کنید اینو به یک کودکم ما یادش بدیم. چه حسی براش پیش میاد؟ یوگا چی کار میکنه؟ یوگا یه سری حرکات پیچیده و ساده و همه جوره‌ای هستش که روی حالات بدن ما تأثیر میذاره و دامنه حرکتی ما رو بالا میبره. یک کوچولو یاد اختاپوسه بیافتین که دستش رو تکون میداد به هر طرف و از اطراف اطلاعات جمع میکرد. در واقع این گچ و پوسته رو ما میتونیم با یوگا بشکنیم. به عنوان کسی که سالها با بچه‌ها یوگا بازی کرده، یه سری تجربیات دارم، یه سری مشاهدات دارم که اینجا هستم اونا رو با شما شیر کنم، با شما تقسیم کنم، به اشتراک بذارم. چیزی که خیلی ذهن منو مشغول میکرد این بودش که حالا این یوگا، این حرکات آیا روی ذهن بچه، روی آگاهی بچه، روی هوش بچه اثر داره یا نداره؟ و اگه اثر داره چی جوری اثر میذاره؟ توی این مدت که من با بچه‌ها یوگا بازی می‌کردم چند تا تجربه خیلی جالب داشتم که میخوام بهتون بگم. یکیشون این بودش که توی مهد کودکی بودم. توی مهد کودک یکی از کلاس‌ها نصف بچه‌ها به خواست والدین سر کلاس یوگای منم می اومدن که با هم بازی کنیم. بعد از یه مدت مربی خود کلاس از من خواستش، گفتش که میشه بیای ببینی اینا چرا فرق میکنن؟ گفتم چه فرق میکنن؟ اول نگران شدم. بعد که رفتم دیدم که توی مسیری که چیدن واسه بازی‌های حرکتی اینا چقدر خوب میتونن پس بلندی‌ها رو رد کنن و یه راه حل‌های جدیدی پیدا میکنن. مربیشون گفت اینا دارن خلاقیت حرکتی نشون میدن و ما دنبال اینیم. تازه تو کارهای کلاسیشونم خلاقیت رفتاری دارن، زودترم یاد میگیرن. تو با اینا چیکار میکنی؟ من خیلی خوشحال شدم، گفتم ما با هم یوگا بازی میکنیم. یا اینکه تجربه دیگه هم در مورد یه شاگردی داشتم که این شاگرد چالش اوتیستیک داشتش، یا حالا بگم یه طیفیش، یا بهتون بگم حالا اسپرگر داشتش، خیلی فکر کنم دقیق تره. معلم ورزشش از من خواست که اگه میشه تو تایم ورزش بیا با این کودک یوگا کن، یوگا بازی کن. گفتم باشه میام و میدونستم که یوگا چقدر برای بچه‌ها خوبه.
بچه‌هایی که چالش اسپرگر دارن یه ذره یه کارایی براشون متفاوت تره، سخت تره. مثلا تو تیم بسکتبال نمیتونه شرکت کنه، آخر سال تونست توی تیم شرکت کنه، در حد خودش بسیار پیشرفت کرده و این اصلا برای من خیلی هیجان انگیز بود که دیدم که یک کودکی که مشکل و چالش داشت تونسته اینو برطرف کنه. یعنی که 2 شاگرد داشتم که اینا 2 خواهر بودن، خیلی پیش میومد که با هم دیگه درگیر میشدن و نمیتونستن تو بازیشون به نتیجه نمیرسید. بعد از مدتی که با هم دیگه ما یوگا بازی کردیم، یه روز مامانش به من گفتش که فیلم برای من فرستاد. گفت اینا دعوا میکردن. من رفتم پشت در، دیدم که یه بزرگتره به کوچیکتره میگه بیا صاف بشینیم، دستامون اینجوری کنیم، نفس بکشیم. میگفت 3 نفس کشیدن. گفت خیلی خوب، آروم شدیم، بقیه بازیمونو کنیم. و میگفت اولین بار بود من اینو میدیدم که اینا انقدر خوب تونستن با همدیگه کنار بیان و خیلی خوشحال بود. و خیلی برای من هیجان انگیز بود که تا یه جایی نتیجه کارامو داشتم میدیدم. دیدم که بچه‌هایی که دارن مثل هشبا دست و پاشونو گره میزنن چقدر متفاوتن، چقدر حالشون بهتره. و از همه جالبتر این که بچه‌هایی که چالش‌های خاص دارن، مثل چالش اسپرگر، مثل چالش اوتیستیک، یا بچه‌هایی که سندروم دان دارن، چقدر یادگیریاشون متفاوته، چقدر آرامش بهتری دارن. اینجوری بود که بازم رفتم دنبالشو پیگیری کردم ببینم که از نظر علم عصب شناسی چه خبره. چیزی که دیدم این بودش که عصب شناسا تحقیقایی که کردن این بوده که کسانی که یوگا میکنن الگوهای مغزی و عصبی متفاوتی دارن و این برمیگرده به همون حرکات عجیبی که انجام میدن و این برمیگرده به اون خلاقیت حرکتی که دارن که خلاقیت حرکتی باعث میشه که ادراکشون از محیط بره بالا، آگاهیشون بره بالا و وقتی آگاهی بالا رفت هوش افزایش پیدا کنه و در نهایت قدرت حل مسئله. و این چیزی نبودش که من به عنوان کسی که با بچه‌ها بازی میکنه به چشمم اومده باشه. فقط این چیزی هستش که مربیان دیگه و دانشمندان مدام دارن تحقیق میکنن تا ببینن که چه اتفاقی توی بدن میفته و این تجربه نابو به همه معرفی کنن، در دنبال این هستن که این تجربه نابو ثابت کنن به همه. و اونجا بودش که من فهمیدم که چقدر خوبه ما به عنوان بزرگتر، هم برای خودمون هم برای عزیزای کوچولومون، کنار هم دیگه از این تجربه ناب استفاده کنیم، مثل اختاپوس خودمون رو گره بزنیم، مثل پاستیل خودمون رو کش بیاریم، ولی در نهایت خلاقتر، خوشحالتر و باهوشتر باشیم.